سلام، در خدمت شما هستیم با نحوه استفاده از کیت بازسازی رنگ خودرو و میریم که نحوه استفاده از اسپری این محصول رو به شما آموزش بدیم. نحوه استفاده از اسپری رنگ 31521 برای 206 قرمز رنگ. مرحله اول مرحله سنباده زدن روی سطحی که آسیب دیده هستش که با استفاده از سنباده‌ای که داخل پکیج هست میتونیم این کار رو انجام بدیم. شماره این سنباده 1200 و سنباده آبساب هستش. بعد از اینکه سنباده زدیم با یه دستمال آبگیر، حالا با همین دستمال یک پکیج میتونیم این کار رو انجام بدیم و کاملا سطح رو خشکش میکنیم و میریم برای پاشش رنگ روی سطح آسیب دیده. با استفاده از آسان پوششی که داخل کیت بازسازی هست میتونید قسمت هایی که نمیخواید رنگ روی اون پاشیده بشه مثل مهشکن خودرو، فلاپ داخل سپر و یا چراغ‌های جلو میتونید با استفاده از این محصول اونو کاور بکنید. پاشش رو در 2 مرحله انجام میدیم توسط اسپری رنگ. در مرحله اول فاصله دست از سطح کار 25 سانتی متر باشه و در مرحله دوم فاصله دست 20 سانتی متر باشه. مدت زمان استراحت بین مرحله اول و مرحله دوم 5 دقیقه هستش که اینا حتما باید رعایت بکنید. خشک شدن سطحی رنگ تقریبا 45 دقیقه زمان میبره و خشک شدن کامل رنگ و مغز رنگ حدوداً 24 ساعت زمان بر هست.